در تاجیکستان و جهان چی میگذرد؟ در برنامه اخباری آزادی برایتان تفصیلات میدهیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 23 نوامبر این موضوع را داریم. یگانه تقاضای مادر ماتم زده از رهبران تاجیکستان مجرای آب را بند تا جسد جگربندم را پیدا کنم و به خاک سپارم. خواهش میکنم که آوازت چه پس کنم، دختر چه میام و خونش یا آخرت سپارم. سیاستمدار افراطی و شهرت طلبی هلند که با شعارهای ضد اسلامی از شناخته شده است در انتخابات پارلمانی پیروز آمد. ما کار میکنیم که هلند دیگر باره برای خود هلندی ها باشد. ما پیشی سونامی پناهجویان و مهاجرت را میگیریم. کیها و برای چند مدت میتوانند بدون روادید یا ویزا از تاجیکستان به ایران سفر کنند. جزئیات سودشنامه دو کشور در این زمینه. یک مادر غمزده از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست دارد که برای موقتا بازداشتن مجرای آب نهر ورزاب مساعدت نماید. دختر نابالغ این زن اول همین ماه در این نهر غرق شد. یگانه خواهش مادر دلرش این است که حداقل باری آخر جسم بیجان فرزندش را ببیند و او را به خاک سپارد تا اندکی تسکین یابد. اما نجات بخشان میگویند یافتن جسد کاری آسان نیست. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله درد دل مادر ماتم زده را شنیدند. هر روز ما دم جمعیم سر میخزم قطعی خونگی میرم تا بگه. این زن بیش از 2 هفته منتظر پیدا نمودن دختری در آب غرق شده اش است. روزیگلی 13 ساله روز 5 نوامبر در کانال یا نهر ورزاب که از حدود دوشنبه میگذرد غرق شده است. دخترم نسکیاشو کشیده، کلچاشو کشیده، گفته کانال غلطانم. یه بار میگن آو گرفت خوردیم برای پرومد دیگه نه. دکاناش دیده میگه که چی کردیم؟ رومال بستیم پرتفتیم قبیده نتونست. مادرش طلب دارد که برای پیدا نمودن دخترش آب نهر موقتا قطع کرده شود. با وجود مراجعتش به چند اداره دولتی این خواسته‌اش اجرا نشده است. خواهش میکنم که آوازت چه پس کنه، دختر چه میام و خونش یا آخرت سپارم. مثال که امیدم کنده شد. حاضر خیلی ندیدم باورم نمیاد. خیال میکنم کجای رفته یا که چی ده. خیال میکنم وضعی در میدره. شب و روز خواه نمیکنم که وضعی که دخترم میاد. این مادر بیشتر از 1 سال دور از دخترش در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار داشته است. از بانک پول قرض کرده منزل خریده است. میخواسته است در مهاجرت مهنتی کار کرده پول بانک را برگرداند، ولی خبر غرق شدن یگانه دخترش روزیگل او را به وطن برگردانید. اهل خانواده در محله سوغدیان ورزاب در تخمینا 10 کیلومتری مرکز دوشنبه غم زده اند. من همی خانه گرفتم نیمش قرضه. دفعه گفت که چنمه بیا، گفتم که حاضر قرض منو بود کنم و می بیام در تاجیکستان کار میکنم دیگه میخره میگرده. تلاش‌های نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان برای پیدا نمودن او تا حال بی‌نتیجه بوده است. ما از روز 5 نوامبر تا امروز قریب که 25 مرتبه هر شخصی در آب در اومدن با سر و لباس غواصی موثر، یعنی که تجهیزات موثر تا امروز کافت دوام دارد. من فکر میکنم که سبب از همه اساسیه که مانع، یعنی که ضروریت به عمل آمده است این برای چی نیافتن همین جسد، برای اون که همون جریان تیچینی جریان آب خیلی تیز می باشد. این آب یکی از آب‌های است که با آب انبار اساسی شهر دوشنبه داخل می شود. خب از اونجا اهالی پر آب نوشابه استفاده میبرند. یاد من همین گرمیدیه که در شهر دوشنبه است پر از زمین آب است. طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری در تاجیکستان بر اثر رعایت نکردن قاعده‌های تکنیکی بی‌خطری هنگام آبازی در رود و کل‌ها و کانال‌ها 87 نفر جان باختند. از شماره عمومی غرق شدگان 46 نفر کودکان و نورسان تا 16 ساله و 41 نفر از 17 ساله بالا بودند.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. رادیو آزادی جزئیاتی و داشت تفاهم میان تاجیکستان و ایران را درباره نظام سفری بی روادید شهروندان دو کشور به دست آورد. این سند 2 هفته پیش در جریان سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به دوشنبه به امضا رسیده بود. مولارجب یوسفی با متن تفاهم نامه شناس شد و این گزارش را فرستاد. متن یادداشت تفاهم میان تاجیکستان و ایران درباره بیکار کردن نظام روادید را مخزن یگانه حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان نشر کرده است. در آغاز هدف از امضای سند رشد مناسبت‌های دوستانه بین مردمان دو کشور گفته شده است. بند اول این یادداشت پیش بینی کرده است که شهروندان تاجیکستان و ایران می توانند بدون روادید تا 30 روز به کشورهای همدیگر سفر کرده تا این مدت اقامت داشته باشند. سفر بدون روادید با مقصدهای تجارتی، کاری، سیاحی و حمل و نقل بین المللی بار و مسافران امکان پذیر است. اما شهروندان تاجیکستان و ایران که برای تحصیل، فعالیت مهنتی، فعالیت مطبوعاتی به کشورهای همدیگر سفر میکنند باید برای گرفتن روادید درخواست دهند. یک شرط ورود این است که شناسنامه‌های خارجی شهروندان باید نه کمتر از 6 ماه اعتبار داشته باشد. بند 4 این یادداشت تفاهم پیش بینی میکند که تاجیکستان و ایران حق دارند بدون ارائه شرح ورود شخصان نامقبول را رد کنند یا بودوباش آنها را در کشورهای همدیگر منع نمایند. در سند در این باره شرح بیشتر داده نشده است. بینندگان عزیز، یک نکته را باید تاکید کنیم که این تنها یادداشت تفاهم است و سازشنامه نهایی تا حال به امضا نرسیده است. از این رو تا حال میان دوشنبه و تهران نظام روادید عمل میکند. در یادداشت تفاهم هم آمده است که نظام بدون روادید تنها بعد گذشتن رسمیات داخلی دولتی به اجرا می‌دراید. از جمله از این سند باید از جانب پارلمان‌های دو کشور به تصویب رسد. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز عمل میکند. ده‌ها تاجیکستانی با هدف سیاحت، طبابت و مقصدهای دیگر به ایران میروند. قبلا فعالان تاجیک ایرانی پیشنهاد کرده بودند که نظام روادید از بین برده شود و گفته این فعالان در آن صورت هزاران سیاح ایرانی به تاجیکستان خواهند آمد. مولارجب یوسفی، امیری صایف، آزادی، دوشنبه. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. حزب یک سیاستمدار شهرت‌طلبی هلند که قول داده است مهاجرت به کشورش را منع میکند، مسجدها را میبندد و نمیگذارد در هلند حجاب پوشند، در انتخابات پارلمانی روز 22 نوامبر پیروز شد. او 37 کرسی پارلمان را از آن خود کرد که از کرسی‌های حزبی حاکم بیشتر است، اما ظاهراً تأسیس حکومت برایش آسان نخواهد بود. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. 35 zetel. گرت ویلدر سیاستمدار افراطی راستگرا که انتخابات را برد شد نخست وزیر آینده هلند شود. حزب آزادی به رهبری او در انتخابات از میان 150 کرسی پارلمان 37 کرسی را از آن خود کرد و بزرگترین جنا در پارلمان شد. او که معرکه تبلیغاتیش را با شعارهای ضد اسلام و اتحادیه اروپا پیش می برد در قهوه‌خانه در گاگا پیروزیش را جشن گرفت. ما کار میکنیم که هلند دیگر باره برای خود هلندی ها باشد. ما پیش سونامی پناهجویان و مهاجرت را میگیریم. انتظار می رود ویلدرز با حزب نخست وزیر فعلی مارک روت و حزب سازش اجتماعی نو حکومت راستگرای تشکیل دهد. یک جان ها 79 کرسی یعنی اکثریت کرسی های پارلمانی هلند را در دست خواهند داشت، ولی هر دو حزب موضع‌گیری سخت ضد اسلامی ویلدرز از جمله بستن مسجد و منع قرآن در هلند را قبول ندارند. شعارهای برانگیزنده ضد اسلامی او در گذشته سبب تهدید به جان شدند و برای همین سالهای دراز تحت حمایت پلیس زندگی می‌کند. پیروزی ویلدرز سازمان‌های اسلامی و مراکشی را نگران کرد. حبیب قادری نماینده مراکش‌های هلند گفته است اضطراب و ترس بسیار زیاد است، می‌ترسیم که ما را مثل شهروندان دوم درجه نشان می‌دهد. پایان اقتباس. ویلدرز میگوید که سبب نارسایی و گرانی خانه در هلند پناهجویان هستند و از نگرانی مردم از قیمت‌ها و شفاخانه‌های تحت فشار هلند استفاده برده است. او همچنین مثل سیاستمدار محبوبش ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان مخالف آشکار اتحادیه اروپا است.
میگوید که هلند باید خرج پول برای اتحاد را کم کرده مانع قبول اعضای نو به آن شود. گفته است که دادن اسلحه به اوکراین را قطع می کند، اما هیچ یک از احزاب دیگر هلند این نظرهای او را قبول ندارند و معلوم نیست چگونه حکومت تشکیل می شود. حکومت مارک روت نخست وزیر فعلی تا زمان تشکیل حکومت نو تا نیمه سال 2024 مسئولیت‌هایش را ادامه می دهد. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان تعلیم خط فارسی در مکاتب میانه حتمی است، ولی نه همه شاگردان امکان یاد گرفتن خط نیوگان را دارند. در کشور همچنان خط کیریلی رایج است، هرچند روشنفکران تاجیک از نخستین روزهای استقلال کشور جانبداری گذریش به خط فارسی هستند، اما مخالفان پیشنهاد میگویند بازگشت به خط نیوگان اهالی را کم سواد میکند. تفصیلات در گزارشی برای یوسفی و اسکندر فیروز. آذر ذکر زکی داوود تاج‌الدین زاده خواننده صنف چهارم مؤسسه تعلیمی خصوصی نور عرفان در شهر حصار تلاش دارد خط نیوگانش را آموزد و از آثار علمی و ادبی گذشته مردم خود بهره برد. اسیب سر کردم تا حال حاضر اکنون میخونم. اما نه همه از نورسان تاجیک امکان دارند از 10 سالگی با الفبای نیوگان آشنا شوند، زیرا در بیشتری از مکتب‌های تاجیکستان این فن در صنف‌های 7, 8 و تنها 2 ساعت در یک هفته تدریس می شود. 13 سال پیش هدف از جاری کردن تعلیم الفبای نیوگان گذاری تدریجی به این خط بود، اما در این مدت هم تنها یک قشر کوچک جامعه آن را فرا گرفته است. می‌دونیم که جامعه مدنی و به ویژه روشنفکران تاجیک در تاجیکستان پیوسته در طول این 30 و اندی سال تلاش کردند که به خط خودی برگردند و اون رو یکی از ارکان اصلی، یکی از ستون‌های اصلی هویت و خودشناسی ملی می‌دونن بازگشت به خط فارسی. و متأسفانه این خواسته و آرمان دولت نیست. اما تعدادی از روشنفکران تاجیک علت رشد نکردن خط فارسی را در سالهای استقلال تاجیکستان به مانع شدن روسیه با آن و پشتیبانی شدید این کشور از خط کیریلی می‌دانند. با گمان بنده یک برنامه مخصوصی دولتی باید تهیه شود، چون که یک بار گذشتن باز مانند از لاتینی به از فارسی به لاتینی و از لاتینی به کیریلی گذشتن باز ملت بی‌سواد می‌شود. پیشنهاد من چنین است که مثلا سال 2024 2044 20 ساله یک برنامه اگر حکومت بخواهد یک برنامه 20 ساله باید تهیه کند که همین کودک از صنف 1 تا دانشگاه ختم کردن یک مرحله در همه زینه‌ها حروفات فارسی بخواند. بحث احیای الفبای قدیمی تاجیکان که با امر حکومت شوروی 2 بار عوض کرده شد و این مردم را از گذشته خود جدا کرد، از آخرهای سالهای 80 سر شده. حالا پس از 35 سال قبول قانون زبانی دولتی در همان نقطه اول باز مانده است. بخشی از مردم خواستار بازگشت به خط نیوگان خودند، بخشی این احتمال را رد می‌کنند. اگر در قانون زمان شوروی نام زبان تاجیکی فارسی بود، پس از رسیدن به استقلالیت واژه فارسی از قانون زبان بیرون انداخته شد. و یک خبر دیگر هم داریم. یک راننده تاکسی زاده تاجیکستان که چند ماه پیش از جانب روسیه به جنگ اوکراین رفته بود کشته شده است و جسدش را در مسکو به نزدیکانش سپرده. نظرالله جنیدов ساکن 43 ساله نویه عبدالرحمن جامی که شهروندی روسیه را داشته است 4 ماه پیش به کمیسریت حربی دعوت و به جنگ جلب شده است. به نزدیکانش گفتند او روز 10 نوامبر در دونتسک اوکراین کشته شد. پیوندانش حالا برای انتقال جسد او به تاجیکستان آمادگی می‌بینند. شیوه جلب ساکنان به جنگ را اکثرا در داخل روسیه و در خارج از آن تنقید می‌کنند. تاکنون خبر مرگ بیش از 100 شهروند و زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. آمار رسمی جلب تاجیکان در این جنگ و کشته شدن آنها هیچ جای اعلام نگردیده است. دوستان مهربان، رسیدیم به پایان برنامه اخباری آزادی. نشر خبرها با عکس و ویدیو در سامانه رادیو آزادی و همین طور در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و توییتر ادامه می‌یابد. خبرهای رادیو آزادی را پیگیری کنید. تشکر که ما را پیوسته تماشا می‌کنید. ما شما را فردا در برنامه منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.